سلام خدمت دوستان. ازم حضور شما که این برج تقریباً 10 کیلومتر آرامگاه فردوسی به سمت کربن سبز که رسیدید رد میشید، بعد روستای شوراب رد میکنید، روستای عباس‌آباد هم رد میکنید، میرسید به اینجا. حالا من از این نقشه نگاری که روی نوشته شده نشونتون میدم. شجره‌نامه‌ش هم نوشته مال این برج، این هم بخونید و بعد میریم برای فیلمبرداری از برج. خب اینا حالا که خوندید میریم برای فیلمبرداری از برج مقبره یا همون اخنگان. بشه داخلش هم میرم، مشکل نداره. پس این برج عدم حضور شما که 10 کیلومتر از آرامگاه فردوسی فاصله داره، یعنی آرامگاه به سمت کربن سبز، کربن سبز رو میری زیرگذر، کربن سبز که رد کردید عدم حضور شما که میان به سمت این ور 5 کیلومتر که بیان جلوتر میخورید به اینجا. این درش هم هستش که یه تن کجش کردن، حالا خواسته تو هم بری. این کلا برج کلا سنگمنگ داشته ولی خب خرابش کردن. اینا هم میرم توش که بهتون نشون بدم. صدای باد میاد. گیر میکنه آدم برای کاشتن در بیارم. میبینید این حالت یه برج دیدبانی میمونه هستش که از اینجا که میبینید حالت سولاخ ماننده میاد کجا؟ میاد اینجا که بعد سولاخش کوچیک میشه. اینجا دیدید این حالت دیدبانی بوده که از اون بالا آتیش روشن میکردن و بقیه خبر میدن که آقا مثلا دشمن داره میاد. حالا خودشون آقا بعدن فرار میکردن، اینا رو نمیدونم. این با تا برج رادکان نه این کتیبه‌ای که گفتن اینجاست. من دارم نمیشه موفق و معید باشید. با امید دیدار.